دوستان عزیز، امروز قصد داریم راجع به پشت پرده فسادهای میلیاردی و پولشویی‌های میلیاردی تهیه کنندگان سریال شهرزاد که عکس یکی از پوسترهای اونها رو هم ببینیم برای شما پشت پرده ها شروع بکنیم. سریال شهرزادی که در ابتدای کار پوستر خودش رو هم کپی کرده از یک سریال امریکایی که هیچ وقت هم اینا رعایت نمی‌کنن پدیده کپی رایت رو و امثال اینا رو. اما تهیه کنندگان سریال شهرزاد از همون ابتدای کار با رانت میلیاردی که از مؤسسه صندوق ذخیره فرنگیان انجام دادن و پولشویی کردن، پول خودشون رو سرمایه گذاری کردن در سریال شهرزاد و عموما سریال سازی در ایران شده پولشویی و پولای خودشون رو وارد سینما میکنن، پول رو از یه جایی حالا وام میگیرن، رانت میکنن، میارن یه مقدارش رو خرج میکنن و خیلی راحت تازه محبوبیت هم کسب میکنن. اما سریال شهرزاد داستانش چی بوده؟ شهرزاد مجموعه نمایشی که فصل اول اون در سال 94 در 28 قسمت، فصل دوم اون در سال 96 در 15 قسمت و همچنین فصل سوم این سریال هم در 16 قسمت در زمستان 96 آغاز و در 21 خرداد 97 پایان یافت. کارگردان این سریال حسن فتحی و تهیه کننده اون محمد امامیه. خب نکته کلیدی این هستش، تهیه کننده اون، من زوم میکنم، محمد امامی. محمد امامی کیه؟ ایشون هستن. ایشون یک کسی هستن که جزء متهمان پرونده فسادهای میلیاردی بودن که در صندوق ذخیره فرنگیان میلیاردی رانت کردن. حالا این صندوق ذخیره فرنگیان چیه؟ بریم یه توضیح کوتاهی که دادن راجع به صندوق ذخیره فرنگیان بشنویم که اصلا دستتون بیاد که صندوق ذخیره فرنگیان زیر نظر کدوم بانکه، چه کاری میکنه، پولش از کجا جمع شده و قشنگ نشونتون میده در این مستند که اون پولهایی که از اون معلمای زحمتکش ماه به ماه میگیرن و وارد این صندوق میکنن، یه عده مثل این آقا میاد زرتی پولا رو میکشه بالا و رانت میکنه و امثال این خیلی زیادن الان جدیدن تو کشور که ما قصد داریم که یکی یکی مؤسسات رو بهشون بپردازیم و پشت پرده هاشون رو کنیم، اسامیشون هم میگیم بدون سانسور، تصویرشون هم پخش میکنیم، تعارف هم با کسی نداریم. ببینید. صندوق ذخیره فرهنگیان در سال 74 با مطابق مصوبه هیئت دولت وقت تشکیل شد تا پشتوانه‌ای برای معلمان بویژه در دوران بازنشستگی باشد. تشکیل شد که پشتوانه بشه برای معلمان که شده پشتوانه برای دلدزدیاشون. خب بر گفته مسئولان آموزش و پرورش 882425 هزار فرهنگی در کشور عضو صندوق ذخیره فرهنگیان هستند که به طور میانگین در هر ماه 17,000 تومان از فیش حقوقی آنها کسر و بله دیگه، اینجا شما میبینید که صندوق ذخیره فرهنگیان گفته به صورت میانگین، اینجا نوشته 20,000 تومان چون تو شهرهای مختلف و استانهای مختلف و جای مختلف فرق میکنه بر اساس محل زندگی این رقم متغیر، اما گفته میانگین 17,000 تومان. همه معلمان زحمتکش پولشون کم میشه که امثال این آقا بخوام بیان رانت بکنن. حالا گوش بدید. مستقیما به حساب صندوق ذخیره فرهنگیان واریز می شود که البته با احتساب بازنشستگان عضو درآمد ماهانه صندوق ذخیره فرهنگیان 21 میلیارد تومان برآورد شده است. 21 میلیارد تومان درآمد مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان دیگه. بله، بابی هستش برای دزدی دیگه. 35% از سهام بانک سرمایه، بیمه معلم، هلدینگ پتروفرهنگ بخشی از دارایی‌های این شرکت است. گوش بدید، اینجا این عکس خیلی جالب زده. بیمه معلم، بانک سرمایه. ببینید چه شرکت‌های گنده‌ای زیر نظر این بیمه است، این مؤسسه هستن و کلا دور همن و دارن همدیگه رو پوشش میدن. بعد یه اختلاس میشه، هیچ کی هم نمیفهمه. آدمای کت و کلفتی هم زیر نظر همه این شرکتایی هست که شما اینجا میبینید، بانک سرمایه و بیمه معلم و شرکت‌های پتروشیمی بزرگ و نفت و گاز. و پس ببینید چه پولی داره این وسط جابجا میشه. خب تا اینجاش دستتون اومد، بریم این خبر رو بخونیم که گفته داماد آقای شریعت مداری سرمایه گذار سریال 12 میلیاردی شهرزاد. داستان چی هستش؟ به گزارش سینما ژورنال گفته سید محمد هادی رضوی، بله، داماد محمد شریعت مداری. خب این سید محمد رضوی کیه؟ خودش هم گفته داماد محمد شریعت مداریه. ایشون محمد شریعت مداری هستن. الان چی کار است در حال حاضر آقای محمد شریعت مداری؟ وزیر صنعت، معدن و تجارته این آقا، که اینجا توضیح داده که سید محمد هادی رضوی داماد محمد شریعت مداری که البته اینجا معاون اجرایی رئیس جمهور گفته که الان سمتش عوض شده و آپدیتش رو دیدید، با مشارکت در تولید و سرمایه‌گذاری در سریال شهرزاد رسما وارد
عرصه تهیه کنندگی شد. بله دیگه، فامیل اونه و ببینید که پشت پرده اینا چه نسبتای فامیلی با هم دیگه دارن. راجع به سریال شهرزاد گفتم و گفته که سید محمد هادی رضوی مدیر عاملیه که یک گروه اقتصادی به اسم فاطمی داره. خب این گروه در برگیرنده چندین مجموعه است که از جمله شرکت صنایع آینده سازان فاطمی نوین. اصلا این فاطمی ها مثلا از این اسمای مذهبی هم استفاده میکنن که مثلا کسی شک نکنه اینا این گروه فاطمی شونه. بعد از اینکه گند اختلاساشون اومد بالا، سایتشون رو کلا از دسترس خارج کردن. نگاه کنید گروه فاطمی نوشته که این سایت در حال طراحی مجدد است. بله حالا وایسی تا 10 سال دیگه این سایت بیاد بالا. ببینید اصلا چند تا شرکت داره. نمیدونم شرکت صنایع آینده سازان فاطمی نوین، سیستم های رسانه‌ای فاطمی، ماشین های اداری فاطمی، کارخانجات فاطمی. اصلا هم شما اصلا ناراحت میشم اگه فکر کنید که مثلا این آقا و این ازدواج های سنتی که انجام میدن دخیلا، که اصلا نگم براتون. بعد اومده گفته که همواره سعی کرده در بکارگیری نیروهای متخصص و خلاقیتشون کار بکنه و این آقا هم بله ایشون سید محمد، اینجا اسمشون کامل گفتن، سید محمد هادی رضوی زاده هستن. قشنگ از یقه و ریش و اینا خیلی چیزها مشخص میشه و اینجا هم عکس اون سایتی که من گذاشتم رو گذاشتم. و حالا میرسیم جلوتر و خبری که مشرق نیوز گذاشته. غارت میلیاردی تهیه کنندگان شهرزاد از بانک سرمایه. بانک سرمایه میدونید کدوم بود دیگه؟ اینجاست، یادتون هست که گفت توی کلیپ. و سرمایه صندوق. حالا بریم توضیح میده که سریال شهرزاد از انتشار نخستین قسمت فصل اول اون با حاشیه‌های فراوانی همراه بود. فرامتنی فراوانی همراه بود. اغلب این حواشی که به صورت ممتد در فضای مجازی و وبسایت‌های خبری درباره اون مطالب منتشر میشه، اشاره به پرونده محمد امامی، سرمایه‌گذار و تهیه کننده سریال شهرزاد داره. آیا محمد امامی کیه؟ ببینید ایشون سید هادی رضوی، داماد شریعت مداری، داره دست تکون میده. من تصویر زوم میکنم قشنگ ببینید. و ایشون هم محمد امامی دیگه. بخند بریش مردم بخند دیگه، کاریت نمیشه کرد. در راسته مهم مسئله قابل تأمل است که شهرزاد با هزینه تولید نجومی طی 5 سال متوالی تولید و عرضه شد. محمد امامی از متهمین فساد 1000 میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیانه. بله این آقای محمد امامی خب خیلی جالبه. اول اومدن که صحبتی کردن، گفتن که محمد امامی لیستش توی فسادهای مالی نیست و محمود صادقی نماینده مجلس اومد یه لیستی منتشر کرد که من الان لیست رو براتون پیدا میکنم. آره این لیست رو منتشر کرد که از فسادهای مالی بانک سرمایه و بانک‌های مختلف بوده. اما جالبه که توی این لیست من زوم میکنم اسم بدهکاران بانکیه. خب من قشنگ زوم میکنم، اسامی جالبی دیده میشه. مثلا حالا اونایی که شاید مهرگان امیر خسروی، مدلل، نمیدونم حسین هدایتی 1 بار، حسین هدایتی 2 بار، حسین هدایتی 3 بار، حسین هدایتی 4 بار، آقای مدلل دوباره، حسین هدایتی 5 بار، حسین هدایتی 6 بار، حسین هدایتی 7 بار در این لیست بدهکاران مالی هست. اما نکته جالبی که وجود داره، نام محمد امامی دیده نمیشه. خیلی جالبه. و سید محمد امامی و جالب اینجاست که اومدن گفتن که دیدید این آدم دروغ نمیگفت، رانت نمیکرد. و بعد از اون یه خبری که مثل بمب ترکی توی رسانه‌های مختلف این خبر بود: پشت پرده تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان، وام 1300 میلیارد تومانی برای تهیه کنندگان شهرزاد، ارائه خودرو سانتافه به 358 فرهنگی. خب یعنی قشنگ مشخصه که اومدن و رانت دادن دیگه. محمد رضا مقدس خراسانی، قائم مقام مدیر عامل اسبق صندوق ذخیره فرهنگیان، با ارائه جزئیات جدید از پرونده تخلف صندوق ذخیره فرهنگیان، پرداخت ذخیره فرهنگیان و پرداخت و اظهار داشت که 1300 میلیارد تومان به شخصی به اسم ر الف داده شده تا در جلسات شهاب الدین قندالی، مدیر عامل وقت صندوق ذخیره فرهنگیان، رو اجرا کنه. این ر الف هم باز داستانی شده. ما برگردیم ببینیم ر الف کیه. فردی که 10% از سهام را از شهرداری خریده. بعد گفته که محمد امامی، ببینید اینو ما نگفتیم، ما تهیه کننده مجموعه تلویزیون شهرزاد بیش از 1000 میلیارد تومان 1 بار و من چنین 5000 میلیارد تومان از بانک سرمایه گرفته که با دستور قندالی انجام شده.
بعد گفته که ساختمان 2 میلیارد تومانی رو 90 میلیارد تومان به بانک سرمایه فروخته. راست هم گفته. این سندی هستش که نشون میده آقای محمد امامی، سند تحقیق و تفحص بوده، اومده یک خونه درب و داغون کلنگی رو اینجا نوشته، اینجا اگه ببینید 96 میلیارد تومان فروخته به بانک سرمایه. متن کاملش هم هست، میتونید برید بخونید خودتون. ملک متعلق به محمد امامی. خب حالا جالبه که اینا میگن که این توی جالبه که آیه محمود صادقی هم که اومده بود این لیست رو منتشر کرده بود، گفت بود این لیست رو از طریق تفحص بانک سرمایه به من دادن، ولی جالبه که این تخلف توش نیست، تخلفی که اینجا یادآور شده، و گفته که این قضایا رو مسئولین امنیتی هم پیگیری کردن. حالا ببینیم که توی خبر و توی 23 اومدن چه صحبتایی رو کردن که این بنده خدا مردم که پولشون خورده شد. خانم ترانه علی دوستی اومد رو توییتر گفتش که نه اصلا این دزدی انجام نشده، رو ببینیم چی گفته اخبار راجبش. در بانک سرمایه حدود 13,000 میلیارد تومان انحراف داریم. 13,000 میلیارد تومان انحراف. خب یه سوالی وجود داره، تا الان کجا بودید که این انحراف صورت گرفته و این پولها جابجا شده؟ به قول یکی از دوستان گویا شما ادبیات جمهوری اسلامی رو بلد نیستید. حالا بهش میرسیم یعنی چی ادبیات جمهوری اسلامی. گوش بدید. ما از این 70% مشکوک الوصول هست، یعنی 70% مشکوک الوصول یعنی چی؟ الان میگه قابل وصول نیست. قابل وصول نیست یعنی 70% از اون 13,000 میلیارد تومان اصلا مدارک فیک و جعلی و دور هم دیگه، دل و دزدی دیگه، از پول فرنگیان بدبخت و زحمتکش، کلمه بدبخت واژه جالبی نیست، و زحمتکش بگم بهتره، گرفتن و خیلی راحت میخورن. خب بقیهش آقای کوچکی زاده هم هست، رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرنگی، ایشون هم داره میگه، باز فرا نرید پشت پرده گفته. بقیه هم افراد مشخصن. در پترو فرهنگ حدود نزدیک 700 میلیارد تومان، اون هم خدمت شما عرض کنم ضرر زیانی است که وجود داره. در خود ساختار صندوق هم مدیر عامل، هیئت مدیره مبالغی که دریافت کردن، مثلا مدیر عامل در چند سال اخیر ماهی 35 میلیون تومان فقط دریافت مستقیم حقوق داشته، ماهی 35 میلیون تومان، اونم الان نه که ارزشی نداره، مثلا 5 سال پیش 6 سال پیش. خب اینا رو گزارش دادیم و دفاعیت مختصری را هم اعضای صندوق، هیئت مدیره صندوق امروز داشتن. متاسفانه وزیر مربوطه در جلسه هم حضور پیدا نکرد. ببینید وزیرم حتی نرفته تو جلسه این تخلف میلیاردی. بله دیگه، دور هم وقتی فک و فامیلای خودشون رو میذارن سر کار، 4 تا آدمی که استعداد دارن، درس خوندن تو دانشگاه معتبر رو نمیذارید و فک و فامیل خب معلومه وزیر میگه برو بابا تو هم. حالا یه اخباری هم اعلام شده دیگه و ما وظیفه داریم دعوتنامه بدیم و اگر وزیر به عنوان مسئول اصلی صندوق حضور پیدا نمیکنه، یعنی جرم ها رو میپذیره. جرما رو میپذیره، نه از روش نشده بیاد. خب ببینیم خب خبر بعدی چی بوده. بخشی از سیاهه صندوق ذخیره فرهنگیان رسانه‌ای شد. وام‌های زیادی داده شده بدون اخذ ضمانتنامه کافی. وام زیاد داده شده بدون اخذ ضمانت. آقا شما که تو مجلسی، شما باید پیگیری کنی. الان نباید بیای بگی بعد الان استعفا بدی برادر من. طرف میخواد یه وام ازدواج بگیره، پدر 7 جد آبادش رو در میارید، میگه وامای زیادی داده شده، قیافش هم چی بگم. خب حداقل 9,000 میلیارد تومان وام مشکوک الوصول داده شد. نگاه قیافش رو نگاه کنید، انگار مثلا خیلی ناراحت داده شده. خب بابا تو باید پیگیری کنی. و بیش از 13,000 میلیارد تومان وامی داده شده که نمیدونیم چگونه داده شده بدون که ضمانت‌های کافی باشه. شرکت‌های زیر مجموعه‌اش همه اونا رو که ما بررسی کردیم تخلف درشون وجود داره بلا استثناء. بله این هم سندی هستش که از بانک شرکت توسعه سرمایه‌گذاری سرمایه اومده بیرون. وام هایی که دادن 8,000 میلیارد و 2,000 میلیارد و 2.5 میلیارد و نمیدونم 800 میلیارد، همه عددان کلفت و بزرگ و دراز و نمیدونم از این صحبت ها هست. خب آدم نمیتونه بخونه. ببینید تمام این وام هایی هستش که مشغول الوصول هستش، فقط یکیش هم رسانه‌ای کردم. ببینید اینی که ثبت شده. حالا ادامه بدیم ببینیم چی گفته. خب
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره نظارت‌های بانک مرکزی و اعلام اسامی افراد متخلف این صندوق هم حرف‌هایی داره. این جالبه. ببین میخواد مثلا اسامی اعلام بکنن، خب انگار مثلا چه اتفاقی میفته؟ خب بانک مرکزی فوق‌العاده ضعیف عمل کرده در نظارت بر بانک سرمایه. ما در گزارشی داریم اسم خیلی افراد هست، داریم مشورت میکنیم، یعنی دور پشت پرده میریم صحبت میکنیم داداش پولی بده اسامی رو نگیم، منظور همینه دیگه. خب با قوه قضاییه و هم با هیئت رئیسه محترم مجلس که آیا مصلحت هست اسامی رو به صورت کامل بگیم یا نه. مصلحت هست یعنی چی؟ آقا دزدی کرد دیگه، بعد بگی دیگه کجای دنیا دزد رو اسمشو نمیگن؟ خب اسمش اگه نیارید طرف میره بیشتر دزدی میکنه دیگه. ای خدا. بریم حالا این مستند رو ببینیم. این مستند کامل توضیح میده که داره پشت پرده چه دزدیایی انجام میشه. اولش 8 دقیقه است. ببینیم یه چیزایی هم توضیح میدم انداخت. افتاسد آنچه که این چند ماه بر صندوق ذخیره فرهنگیان گذشت. پرونده‌ای با ابهامات و تخلفات بسیار مالی که هنوز برای معلمان و فرهنگیان تو ماها و سالهای گذشته اخبار زیادی از صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک زیر مجموعش بانک سرمایه شنیدیم. خبرهایی با کلیدواژه‌های اختلاس، تخلف و بدهی کلان بانکی و اسناد و اطلاعاتی که به بیرون درز کردند. بله اینجا همون اسنادیو که ما نشون دادیم رو داره نشون میده. چون گفتم تاره اینجا ببینید. این اطلاعاتی که منتشر شده اساسا لیستی که منتشر شده لیستی که خود بانک سرمایه تهیه کرده به امضای در معاونت پیگیری و اصول مطالبات هست. اما اگه یه لایه پایین تر بریم به شرکت‌های زیر مجموعه بانک سرمایه میرسیم که اونجا هم خبرایی هست که کمتر بهش پرداخته شده. سراغ یکی از این شرکت‌ها رفتیم. ترانزکشن‌های این آقا کسی هستش که یکی از شرکت‌های زیر مجموعه بانک سرمایه هست. توضیحات جالبی میده. گوش بدید. صندوق ذخیره فرهنگیان از طریق بانک سرمایه انجام میشه و ترانزکشن های بانک سرمایه از این 8 شرکت اقماریش داره انجام میشه. من چیزی که خوندم 13,000 میلیارد تومان تخلف بوده. مجموع تخلفی که داخل بانک سرمایه افتاده 8,000 میلیارد تومان بوده. بخوایم بیایم به زیر مجموعه ها برسیم یه چیزی حدود 2,000 میلیارد تومان تخلف شده. دقیقاً بدهکارانی که به صندوق بدهکارن، به بانک بدهکارن و به شرکت ها بدهکارن. 483 میلیارد تومان فقط اصل پولیه که حد فاصل شهریور 95 تا اوائل اسفند 95 از شرکت خارج شد. بانک سرمایه این پول رو داده به شرکت با سود 18% و به اینا گفته این پول رو از 22% تا 27% بدید به این آدمایی که من میگم. بدهکار دوم آقای نیکویی روزنامه قانون که دم از قانون و قانون مداری میزنه. اومده داخل شرکت ما 80 میلیارد تومان گرفته. من اومدم میگم اصل پولو برگردون. به من میگه ادبیات نظام جمهوری اسلامی بلد نیستی. یعنی همون جمله همشگی دیگه داداش برو بابا ما اختلاس میکنیم کسی هم جلومون رو نمیگیره. فیلم میریم باش میسازیم. خب تو نمیتونید با این وضعیت ادامه بدی. راحت به من میگه تو ادبیات جمهوری اسلامی بلد نیستی. بچه‌ای، بچه سالی. یه ملکی گذاشتی داخل کرج، چهارراه طالقانی 9 تا بازداشتی داره. اقتصاد نوین 10 میلیارد تومان بازداشتی داره. 35 میلیارد تومان به شهرداری کرج بدهکاره. از بانک‌های دیگه 9 تا همین الان بخواید محاسبه کنید همون ملک منهای 10 میلیارد تومان میارزه. منهای 10 میلیارد. اگر بر فرض اینکه هیچ بدهی نداشته باشد ارزش ملکی ملک رو بخوایم بررسی کنیم ارزش ملکی ملک 30 میلیارد تومان. کارشناس رسمی دادگستری 106 میلیارد تومان این ملک رو ارزیابی کرد.
میدونی چی میگه که اون میلک 30 میلیارد تومان تو بازار میخرنش، کارشناسا رفتن باشون زد و بند کردن، گفتن اینو بفروشید 100 خورده میلیارد تومان. از این زد و بنده زیاد اتفاق میفته. خب روی این 80 میلیارد تومان دادن. وقیحانه هم میگه من به مدیران 4.7 میلیارد تومان تمام بازجویی‌هام هم گفتم 4.7 میلیارد تومان دادم که این 80 تومان رو به من دادن. تو اونو میتونی بری برای من زنده کنی؟ من یه بار به شوخی بهش گفتم 4.2 میلیارد دادی. گفت آقا درستش کن، 4.7 میلیارد تومان من دادم. هیچ بیزینسی هم نداره. یه مطبوعات ما هم دیگه، شما هم اصحاب رسانه‌اید، 80 میلیارد تومان پول برای چیشه؟ منو به شدت تحت فشار گذاشتن که 2 تا قراردادیشون داره، یه مضاربه است یه مشارکته. شما اون قرارداد مضاربه رو بیار به ما بده. من از روز اول مخالفت کردم. یه چک 250 میلیارد تومانی هم داره که بابت نکنید چکای بانکی سرمایه دیگه اصلا تو کنتور نمیندازه، پولایی که جابجا میشه از جیب فرهنگیان و مردم عادی. ضمانت قرارداد مضاربه بوده، اونم بیار بده. بازم مقاومت کرد. بعد که دیدن اینجوری نمیشه شروع کردن پیشنهاد کردن 2 میلیارد تومان میدیم از تو گاف صندوق اون چک و قرارداد مضاربه رو برام بیار. یه ردی به ما دادن که این پولا کجاست. 46 میلیارد تومان از 80 میلیارد تومان تو حساب مدیر مالی آقای نیکویی به اسم آقای قدرت آبادی. اون زمان آقای سیاوشی و آقای پسندیده همکاری کردن و این حکم مسدودی حساب رو دادن. اون پول هنوزم مسدوده، ولی با این روندی که دادگاه داره پیش میره که منع تعقیب میزنه اون پول میتونه آزاد بشه. بعد خیلی ناراحت آقای نیکویی از این که من اون 46 میلیارد تومان رو مسدود کردم. بعد خدا میدونه پرونده رو بردم دادگاه، اینقدر دنبالش دویدیم، حکم جلب آدمیو که پول تو حسابش بوده صادر کردیم، میبرم آگاهی بهش میگم اینو برو اجرا کن، میگه آقا خطاب حکم جلب به من نیست. میگم بابا نوشته کلیه نیروهای نظامی و انتظامی. الان 1 ماه داخل آگاهی حکم جلب دارم، هیچکی حاضر نیست بره اجراش کنه، برای اینکه این آدم یه آدم مطبوعاتی اصلاح طلبه. واقعا میترسن ازش که برن. ما سلام، شما با دفتر روزنامه قانون تماس گرفتید. بله. سلام علیکم. وقتتون بخیر. من گودرزی هستم. یه درخواست مصاحبه ای از جناب نیکویی داشتم. حالا خواستم اینم با خودشون میتونم ارتباط بگیرم صحبت بکنم. خودشون که نیستن قربان. کی من میتونم تماس بگیرم با خودشون صحبت کنم؟ والا نمیدونم آقای گودرزی نیستن الان. در چه راه زمینه آقای گودرزی؟ ما یه پرونده در مورد بانک سرمایه داریم بررسی می‌کنیم. حالا تو بررسی‌هامون و توی حالا اسنادی که داریم بررسی می‌کنیم مصاحبه که از شخصیت دیگه گرفتیم به اسم ایشون رسیدیم. یعنی بحث حالا ایشون مطرح شده تحت عنوان حالا بدهی که به بانک دارن و اینا. گفتیم که حالا ما یه طرفه به قاضی نرفته باشیم، می‌خواستیم اگر بشه یه وقتی خدمتشون برسیم با خودشون هم صحبت بکنیم، چون یه سری حرفا حالا شاید بشه گفت علیه ایشون مطرح شده. این رو اگر لطف کنین منتقل بکنین که موضوع بحث اینه. خارج از تهرانم ببینم کی میان. اگه چیز باشه ما خودمون زنگ میزنیم. اگه حاج آقا مایل باشن به صحبت خودمون زنگ میزنیم. بفرمایید. شما اسمتون؟ من صادقی هستم. جناب صادقی. پس ما منتظر خبر شما. بله. ممنونم آقای صادقی. ارادت. خدا. سلام علیکم. وقتتون بخیر. جناب صادقی هستن؟ کجا رو گرفتید آقا؟ روزنامه قانون. صادقی خبرنگارن؟ نه من مدیریت الان درسته؟ بله. من هفته پیش تماس گرفتم با همین شما رو دفتر جناب نیکویی با آقای صادقی صحبت کردم. آقای صادقی. آقای صادقی نداریم. من نمیدونم شما. الان دفتر آقای نیکوییه درسته؟ بله درسته. پس شما آقای صادقی ندارین یعنی اونجا؟ رفتن آقای صادقی داشتیم. آها خب شما خانم؟ من مددی. خانم مددی. پس من سری بعد از شما پیگیری بکنم دیگه. بله. بعد از اونم دیگه پیداش نشد گویا. این سری توضیحات رو داده بود و امیدواریم که امثال این آقا که
خدا میلیاردی از مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان برداشتن و رفتن باهاش سریال ساختن پاسخگوی مردم باشن. حتما بعد ببینیم که این روزا واکنش‌ها چجوری هستش. حتما کانال برنامه پشت پرده رو در یوتیوب سابسکرایب کنید، ویدیو ما رو لایک کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. مرسی که تا این لحظه با ما